جوانان عزیز و هموطنان ارجمند، شادم که فرصتی مناسبی گفتگوی آزاد و دوستانه با شما در اینجا سرزمین کره جنوبی فراهم آمد. این ملاقات را انتظار بودم و میخواستم که قبل از سوال و جوابها بعضی اندیشه ها و هدایت های خویش را با شما ابراز نمایم. سفر کنونی ما به جمهوری کره دو هدف اساسی دارد. یکی اشتراک در فورم عمومی جهانی باید با مسائل آب و دیگری انجام سفر دوستانه با این کشوری با ما دوست در منطقه آسیای شرقی. طور شما آگاهی دارید امسال 10 ساله بین المللی آب برای حیات که برای سالهای 2005 2015 از جانب سازمان ملل متحد با ابتکار تاجیکستان و با پشتیبانی کشورهای دوست اعلام شده بود جنبست می‌گردد. وابسته به این ما اشتراک خود را در فورم عمومی جهانی تیگو باید به مسائل آب اقدامی کاملا ضروری و مهم می‌شماریم. تابستان سال روان در پایتخت تاجیکستان بخشیده به این مسئله کنفرانس بین المللی سطح بلند برگزار خواهد شد. ما جانب کره را نیز دعوت نمودیم که در این همایش در سطح شایسته نمایندگی و اشتراک نمایند. در چارچوب سفر دوستانه من با پرزیدنت رئیس پارلمانت را برای یک قطار وزارت اداره جمهوری کره ملاقات و صحبت‌های مفصل و سودمند داشتم. ما از نتیجه های مکالمه سطح عالی با جانب کره قناعتمند هستیم و در مورد تطبیق عملی پیمان‌ها و سازشنامه‌های نو امیدهای کلان داریم. تاجیکستان در سیاست خارجی درهای کشاده‌اش سعی می‌کند که در اساس پرینسیپ‌ها و معیارهای پذیرفته شده حقوق بین‌المللی با تمام دولت‌های جهان مناسبت‌های دوستانه و همکاری سودمند برقرار نماید. جمهوری کره با کشورهای منطقه ما آسیای مرکزی در اساس دو جانبه و در چارچوب فورم همکاری‌های چند جانبه رابطه‌های پایدار و گوناگون عرصه دارد که سال از سال رشد و توسعه می‌یابد. ما چنین می‌شماریم که امروز برای به سطح صفتا نو و بلندتر برآوردن مناسبت‌های بین دولتی و به دور نظر است فعال نمودن همکاری‌های دو جانبه شرایط ضروری و زمان مناسب فرا رسیده است. ما می‌دانیم که جمهوری کره دارای پتانسیل بزرگ مالی و علمی و تکنولوژی میباشد و ما امید داریم که سرمایه و تکنولوژی های جمهوری کره در عملی نمودن لایحه‌های اقتصادی تاجیکستان از جمله در 4 منطقه آزاد اقتصادی آن فعالانه اشتراک خواهد کرد. امکانیت‌های فراخ ما در ساحه‌های گیدروانرژتیک، متالورژی، کشاورزی و کارکرد محصولات آن، صنعت سبک و خوراکواری، استخراج ذخیره‌های بای کندنی‌های فایده‌ناک برای گسترش همکاری‌های سودمند شرایط لازمه مهیا می‌کنند. به نظر ما لایحه‌های در تاجیکستان استحصال نمودن محصولات با استفاده تکنولوژی پیشرفته جمهوری کره قابل آموزش و تطبیق می‌باشد. این کار امکان خواهد داد که مال‌های جمهوری کره به بازار منطقه‌های آسیای جنوبی و آسیای مرکزی وسیع‌تر وارد شود. آسیای مرکزی تاریخاً با آسیای شرقی و آسیای جنوبی شرقی پیوند می‌باشد. امروز شرایط مساعد گسترش همکاری وسیع و با ثمر این منطقه‌های بزرگ قطعه آسیا فراهم گشته است و در این روند وسعت همکاری‌های بین منطقوی می‌توانند فعالانه همدستی نمایند. دوستان عزیز، شما خوب می‌دانید که از ابتدای سال 2000 تاجیکستان به مرحله رشد استوار اقتصادی و اجتماعی و از سازندگی و بنیادکاری وارد شده به خاطر تطبیق هدف‌های استراتژیکی خود
تأمین استقلالیت انرژتیکی، حفظ امنیت آذوقه‌واری از بنبست کمونیکاسیونی کاملا رها کردن تاجیکستان و بالا برداشتن سطح و صفت زندگی مردم قدم‌های استوار و اعتماد بخش می‌گذارد. در تاجیکستان بنیاد انشاءات زیادی عظیم صنعتی، روند وارد نمودن تکنولوژی نوین، رشد صنعت و دیگر بخش‌های اقتصادی ملی به نقشه گرفته شده است و بنیاد تعدادی از آنها امروزها با سرعت ادامه دارد. برای در آینده این انشاءات را به کار انداختن و از لحاظ تکنیکی و تکنولوژی درست استفاده بردن قبل از همه به کشور ما متخصصان بالیاقت ضرور میشد. امروز ضرور است. از این رو جوانان ما باید به از بر کردن علم‌های دقیق و طبیعت شناسی هرچه جدی‌تر مشغول شده به اختصاص‌های مهندسی، ساختمان، راهسازی، نفتکنی، انرژتیکا، ساحه‌های دیگر تکنولوژی پیشرفته و دیگر اختصاص‌هایی که کشور ما با آنها بیشتر نیاز دارد دقت زیاد دهند. مخصوصاً در ساحه تندرستی. صدها میلیون دلار ما امروز تکنولوژی و تجهیزات طبی زمانوی وارد کرده است. لیکن کم است متخصصان در داخل کشور که آن را اداره کرده و استفاده نماید. بسیار کم است. اگر ما به صفت تعلیمی کادرها توجه ظاهر نکنیم، سطح کسبی متخصصان آینده را بلند نبرداریم و آنها را با معلومات مکمل زمانوی مسلح نسازیم، رشد استوار آینده کشور را تامین کرده نمیتوانیم. این است که ما امروز رشد معارف را سمت افضلیتناک سیاست دولت اعلان کرده ایم. تاکید می سازم که شرط حتمی تطبیق عملی همه برنامه و هدفهای ما دانش مکمل و سطح معرفت معاصری همگانی است. واضح است که اگر ما متخصصان سطح بلند را تربیت نکنیم، فعالیت انشاءات گوناگون اقتصادی و انفراستراکچوری ما ثمره مطلوب نخواهد داد. تاجیکستان امروز مکتب‌های عالی زیاد دارد، ولی همکاری بیشتر با مکتب‌های عالی معتبر دنیا از جمله کره جنوبی در این عرصه مفید است. این تقاضای روز و زمان است. تعداد جایهایی که موافق کوتای بین دولتی برای تحصیل جوانان تاجیکستان در مکتب‌های عالی کشورهای خارجی جدا کرده می‌شوند، سال از سال می‌افزاید. ولی متاسفانه سطح تیاری و دانش داوطلبان هنوز هم قناعت بخش نیست. من در وقت ملاقات از رهبریت دولت این کشور دوست باز طلب کردم که در سالهای می‌بعده کوتا برای تاجیکستان برای تحصیل جوانان ما دانشجویان بیشتر جدا کنند. بنابراین برای با صفت بلند تیار کردن متخصصان ضروری ما چند سال قبل تصمیم گرفته بودیم که با مکتب‌های عالی خارجی دانشجویان لیاقتمند سالهای اول و دوم مؤسسه‌های تحصیلات عالی کشورمان نیز فرستاده شد. حالا با دستگیری حکومت تاجیکستان صدها نفر جوانان مملکتمان در مؤسسه‌های تحصیلات عالی کشورهای خارجی از جمله در روسیه، امریکا، هندوستان، چین، ژاپن، آلمان، فرانسه، ایتالیا، انگلیا، مصر، ایران، ترکیه، جمهوری کره، کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل و دیگر کشورها تحصیل دارند. خودی سال گذشته ما زیاده از 3600 نفر به طریق همین کوتا حساب دولت فرستادیم و در مجموع حالا در خارج مملکت تنها از حساب دولت زیاده از 30,000 جوانان ما دانشجویان علم و دانش آموخته ایستادند. 30,000 جمعی 170,000 که در داخل کشور در یک سال تحصیل میکنند در دانشگاه و دانشکده‌های عالی مملکت. این حال هم کم است. ما امیدواریم که آنها در آینده متخصصان خوب شده به وطن خود برمیگردند. طوری که من بارها تاکید نمودم، جوانان
آینده ما می باشند. برای آنکه آنها همچون وارثان سزاوار تاجیکستان صاحب استقلال و ملت صاحب نام و صاحب فرهنگ خود به کمال رسند، ما وظیفه داریم که روند تعلیم و تربیه آنها را از جمله با استفاده از امکانیت‌های ساحه معارف کشورهای خارجی و با در نظر داشت خصوصیت‌های ترقیات جهانی معاصر برآوریم. در نوبت خود به شما طالب علمان عزیز ضرور است که نسبت به رسالت امروزه‌تان دانش اندوزی مناسبت خیلی جدی داشته باشید. جوانی تیز میگذارد. هر یک لحظه و هر یک ثانیه که در این کشور از وطن دور هستید ثمرناک استفاده بردید. بیهوده‌گردی نکنید. وقتی صاحب کسب، هنر، دانش و ملکه سواد شدید نصیب همه چی میشوید. همه چی میگردید. ماشین هم میشود، خانه هم میشود، وظیفه هم میشود، دیگر هم میشود، صاحب همه چی میشوید. لیکن این سن سالده دویم بار نمیگردید. وقت تیز میگذرد. ما هم یک زمان جوان بودیم. لیکن حال تصور نمیکنیم جوانی ما چطور گذشت. شما را بار دیگر دعوت می‌نمایم که از فرصت و شرایط و امکانیت‌های برایتان در این کشور پیشرفته آسیا فراهم شده ثمره بخش استفاده برده، کسب پیش کرده خود را همه‌طرفه و عمیق از خود نمایید. همچنین فراموش نباید کرد که بدون از خود نبودن دستاوردهای علم و تکنیک و تکنولوژی‌های حاضر زمان متخصص خوب و بلند اختصاص شدن غیر امکان است. برای شما تعلیمگاه خارجی درگاهی است که در آن با فعالیت مستقلانه کسبی همه جانبه آماده می‌گردید. من همچنین می‌خواهم به دانشجویان و به همه جوانانی که در جمهوری کره تحصیل و فعالیت دارند مراجعه نمایم. شما در دوره تقدیرساز خلقمان در دوره دیگرگونی‌های کلی تولد شده به کمال رسیده و زندگی میکنید. شما برای همقدم زمان شدنتان باید همیشه با مستقلانه بلند برداشتن سطح دانش و تکمیل آن یعنی خود آموزی مشغول شوید. بزرگان فرهنگ و ادب ما از استاد ابو عبدالله رودکی سر کرده بیهوده نگفتند که مکتب اساسی ترین انسان خودی حیات است. شما باید فراموش نکنید که در عصر 21 عصر اطلاعات، علم و فن و دستاوردهای بی‌نظیر تکنولوژی معاصر زندگی میکنید. از این رو وظیفه دار هستید که اساسهای علم و دانش بخصوص دستاوردهای فنهای دقیق را آموزید. از دیگرگونی‌های اقتصادی و اجتماعی کشور خود تاجیکستان و اقتصاد جهانی آگاه باشید. از برنامه‌ریزی‌های کامپیوتری و استفاده امکانیت‌های آن برخوردار گردید. برابر آموختن زبان مادری کوشش نمایید که یکچند زبان خارجی بخصوص زبان‌های روسی و انگلیسی را کاملا از بر نمایید تا که با تکنیک و تکنولوژی‌های معاصر آزادانه کار کردن با همکسبان خارجی خود بی ممانعت معاشرت کرده توانید. من هم مثال عادی در همین جمهوری که شما هستید. من همین سفری که من روزی 4 در همینجا دارم. همه معاشرت بین مردم، متخصصان، راهبران، سیاستمداران هم به زبان روسی هست هم به زبان انگلیسی. تمام اطلاعاتی که تکنولوژی اطلاعاتی همه به چی است؟ به زبان انگلیسی هست. هم خیلی زبانی کریگی هم دارن اونچه برای داخلی، لیکن آن چیزی که وای میشنن زبانی معاشرتی عمومی باشد زبانی انگلیسی. تنها در همین صورت از کره با وطن برگشته شما می توانید که نه تنها شهر و ناحیه خود بلکه سرتاسر کشور عزیز خود را نوسازی و آباد نمایید. برابر زمان قدم زنید و استقلالیت و پایه‌های دولتداری ملی خود را عملاً پشتیبانی کنید.
اینجا یک مسئله نهایت مهم را بار دیگر تاکید کردن میخواهم. جوانان ما با ختم دانشگاه و دانشکده خواه در تاجیکستان خواه در خارج آن باید منفعت های ملت و دولت صاحب استقلال تاجیکستان را عمیق درک نمایند، خودآگاه و خودشناس، وطن دوست و وطن پرور باشند. با احساس عمیق افتخار ملی دستاوردهای استقلالیت را حفظ کرده و تحکیم بخشیده توانند. تنها با تعلیم و تربیت چنین نسل و به کمال رسانیدن چنین کادرها ما به آینده نیک تاجیکستان امید بسته میتوانیم. اگر استقلالیت نمیشد ما و شما در اینجا میبودیم. آن چیزی که من این روز اشاره کرده ایستادم که 30,000 جوانان ما مثل شما امروز در آبرومندترین دانشکده های بین المللی در دنیا تحصیل کرده ایستادند. در 10 کشورهای پیشرفته دنیا تحصیل کرده ایستادند. اگر صاحب استقلالیت نمیشدیم، استقلالیت دولتی، به این نیت و مقصدمون میرسیم. نه. از روی هم گیوگرافی خریطه دا میگفتیم که کره کجا با؟ کدام کشور در کجا؟ و شما جوانان باید افتخار کنید که ادامه دهنده تاریخ، فرهنگ و سنت های نیک ملت قدیمه و سربلند می باشید. شما باید از تجربه غنی نسل های کلانسال سبق وطنداری و بنیادکاری، ننگ و ناموس، صبر و تحمل، مهنت حلال و آبادکاری و خودآگاهی و مردانگی را آموزید. شما باید خود درک کنید که استقلالیت واقعی داشتن و صاحب دولت و صاحب وطن بودن برای انسان بزرگترین نعمت و بالاترین آرمان حیاتی است. نسل شما باید با نبض حیات و عصر نو همقدم باشد. از تجربه معاصر پیشبرد اقتصاد و بخش اداره کنی واقف گردد، از دستاوردهای علم و فناوری‌های نوترین برخوردار باشد، منفعت‌های ملی کشور خود تاجیکستان عزیز را در عرصه جهانی بسا مرکب و پرتضاد حمایه کرده تواند. حکومت تاجیکستان با وجود تمام دشواری‌ها کوشش دارد که نسبت به جوانان غمخواری ظاهر نماید. برای تحصیل و کار و زندگی آنها شرایط مساعد به وجود دارد. زیرا آینده نیک و آباد، آبروی نفوذ کشور و دولت به شما جوانان سخت وابسته است. هیچگاه فراموش نکنید که هستی ما، سر بلند خانه آبادی ما، مادر عزیز ما تاجیکستان است. همتان حالا در همین جبا من را نگاه کرده ایستاده و خوشتان در وطن هم که نمی پدر و مادر همین است. بگذار برای شما جوانان حفظ دستاوردهای استقلالیت و رشد امنیت و آسودگی تاجیکستان عزیز مقصد و مرام والاترین زندگی باشد. با همین نیت‌های نیک به شما دانشجویان و کل اعضای جمعیت تاجیکان در جمهوری کره سلامتی و بخت و اقبال نیک آرزومندم.